در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که امکان دارد روابط او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از رقابت به دوستی تبدیل یابد. به فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا. خلاص ما طوری می گویند رقیب هستیم. او دشمن من نیست. امیدوارم او روز دوستم می شود. اما با وجود چنین خوشبینی، 16 ایول در هلسینکی نخستین نشست دو جانبه پوتین و ترامپ در پس منظری مناسبت پیچیده دو کشور برگزار می شود. ولادیمیر پوتین نیز ملاقاتش را با جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با یادآوری از همین رابطه مرکب شروع کرد. بولتون آخر ماه ایون در مسکو بود. در آغاز صحبت من مجبورم بگویم که مناسبت روسیه و آمریکا در سطح نه چندان خوب است. من در این باره بارها تاکید کردم و در ملاقات با شما هم میخواهم تکرار نمایم. از نگاه من این اساساً نتیجه مبارزه‌های تیز و تند سیاسی داخلی خود ایالات متحده آمریکا است. ترامپ عمدتاً در مورد منفعت‌های مشترک با مسکو با شوق و شور صحبت میکند. مثلا درباره مبارزه با تروریسم. چند هفته پیش او گفت که روسیه باید دیگر باره عضو هشتگانه بزرگ شود. اما این پیشنهاد از جانب شریکان هفتگانه پذیرفته نشد. بعد اشغال کریم در سال 2014 روسیه را دیگر به نشست کشورهای پیشرفته صنعتی دعوت نکردند. به نظر من بازگشت روسیه می توانست نقش مثبت داشته باشد. آن به منفعت تمام جهان می بود. این در حالی است که تحقیق پرونده احتمال سازش تیم ترامپ با کرملین در جریان انتخابات سال 2016 از جانب پروکورور ویژه رابرت میولر جریان دارد. ترامپ این بازجویی ها را شکار عجوزه ها نام میبرد و میگوید در روابط با روسیه او هیچگاه جانبداری نرمیش نبوده است. من برای روسیه مثل خوابی بد هستم. سال گذشته پوتین گفته بود که اعلان تحریم بخشی از معرکه گسترده برای محدود کردن امکانیت‌های روسیه است. اگر کریم نمی بود، یگان مشکلات دیگر نمی بود، باز چیز دیگر را فکر می‌کردند. به فکر من این به خاطر بازداشتن روسیه است. در ملاقات زودرس ترامپ و پوتین می توانند یک قطار مسئله ها شروع از نزاع سوریه، برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی تا حمایت مسکو از جدای خواهان اوکراین را مطرح کنند. اما با این همه در چارچوب این ملاقات ظاهراً فرضیه ها درباره مناسبت واقعی دو پرزیدنت در مرکز توجه خواهد بود.